سلام دوستای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در ادامه مباحث قبل که در مورد متغیر تصادفی، توزیع اونها و توابع توزیع احتمال شامل CDF، PMF و PDF صحبت کردیم. این جلسه میخوایم در مورد نحوه تشخیص دادن متغیرهامون و توزیع مرتبط با اون و همینطور اینکه بدونیم چجوری مسئله رو حل کنیم صحبت بکنیم. در این مرحله میخوایم ببینیم که ما چه توزیعی رو باید استفاده کنیم. در اینجا چون ما میخوایم متغیر مستقل رو روش کار بکنیم، دیاگرام یک متغیر مستقل رو برای شما اینجا آوردم که مرحله به مرحله میتونیم با استفاده از اون تشخیص بدیم که از کدوم از توزیعامون استفاده کنیم. و وقتی که مشخص شد که متغیر ما مستقل هستش، در مرحله بعد میپرسیم که آیا تعداد ثابتی از نمونه ها وجود داره یا خیر. در صورتی که پاسخمون مثبت باشه، در مرحله میپرسیم که 2 جواب یا نتیجه ممکن وجود داره یا خیر. در صورتی که پاسخمون مثبت باشه، به مرحله بعد میریم. اگر پاسخ ما به این سوال که نمونه گیریمون با جایگذاری هست یا این که پاپولیشن ما یعنی جامعه ما به اندازه کافی بزرگ هست مثبت باشه، سوال آخر مطرح میشه که آیا نمونه گیریمون تا زمانی ادامه پیدا میکنه که به اولین نتیجه برسیم و اینجا جواب ما منفی باشه، میرسیم به توزیع 2 جمله. بنابراین برای توزیع 2 جمله ما باید 4 تا شرط رو داشته باشیم. اول اینکه تعداد نمونه های ما باید ثابت باشه، یعنی فیکس ترایال باشه، انترایال، و تعداد پی مشخص داشته باشیم، مقدار پی مشخص داشته باشیم، 2 نتیجه ممکن داشته باشیم، مثل اینکه معیوب باشن یا سالم، جواب ما yes باشه یا no، موفقیت باشه یا عدم موفقیت، و اینکه نمونه های ما مستقل باشه و جایگذاری و عدم جایگذاریمون به نمونه گیریمون تغییری وارد نکنه. در مرحله بعد چون ما اینجا به این نتیجه رسیدیم که توزیع ما 2 جمله هستش، با توجه به دیاگراممون میدونیم که برای توزیع 2 جمله ما از فرمول باینومیال استفاده میکنیم و زمانی که ما بخوایم ببینیم که در مرحله بعد از PMF استفاده کنیم یا CDF، باید به نحوه بیان مسئله نگاه کنیم. به این صورت که وقتی که احتمال دقیقاً یک عدد خاصی رو، عدد مشخصی رو از ما بخوان، به عنوان مثال کالای معیوب رو از ما بخوان که اینجا x ما مساوی کامون 0 هستش، مساوی یک عددی رو از ما بخوان، در این صورت از PMF استفاده میکنیم. در PMF ها در فرمول باینومیالمون که اینجا برای شما قرار دادم، باید از فالس استفاده بشه در فرمولمون در اکسل. در این صورت این فرمول برای ما PMF خواهد بود. وقتی در سوالی از عبارت حداکثر استفاده بشه، یعنی ما احتمال کمتر یا مساوی یک مقدار مشخص رو میخواهیم، در این صورت هستش که از CDF استفاده میکنیم و به این صورت نمایش داده میشه که احتمال اعداد x های کوچکتر از k، اینجا k ما 2 هستش و چون کوچکتر مساوی هستش و عدد مساوی رو هم داریم اینجا، بنابراین از 0 که شروع بشه اعداد 0، 1 و 2 رو شامل میشه، در صورتی که فقط اعداد x های کوچکتر از 2 بود و این علامت مساوی در اینجا نبود، ما عدد 1 و 0 و 1 رو حساب میکردیم. و همینطور که میبینید زمانی که ما در یک سال از عبارت حداکثر استفاده کردیم، از CDF استفاده کردیم، ولی زمانی که از عبارت حداقل استفاده میکنیم، به این معنی هستش که احتمال بیشتر یا مساوی یک مقدار مشخص رو میخوایم.
اینجا ما عدد 3 رو مثال زدیم، یعنی احتمال اینکه x های ما بزرگتر مساوی عدد k یا 3 مون باشه. وقتی که این احتمال از ما خواسته بشه برای محاسبه ریاضیش، یک منهای احتمال اعداد کوچکتر از اون عدد k مشخص میشه. همیشه اینطوری هستش. و در اینجا میبینیم که از یک منهای CDF که x منهای 1 هستش استفاده میشه. کای منهای 1 هستش به جای کای منهای 1 استفاده میکنیم و همینطور که گفتیم چون CDF داریم برای CDF ها از عبارت true استفاده میکنیم در فرمول هامون و همینطور که میدونیم در PMF false بود، در CDF هامون از عبارت true استفاده میکنیم. و نکته آخرمون در مورد این هستش که وقتی اعداد بین یک بازه رو از ما میخوان، فرمولش بدین صورت هستش که احتمال قسمت بیشتر بازه منهای احتمال قسمت کمتر بازه میشه، یعنی قسمت x های بزرگتر از 1 هستش که در اینجا کامون رو منهای عدد 1 میکنیم. همیشه کام منهای عدد 1 قرار داده میشه و که اینجا ما احتمال 0 رو داریم، بنابراین x های بزرگتر از عدد 0 رو داریم. اگر بخوایم مسئله رو از توضیح دو جمله حل بکنیم، اینجا مثالی هستش که به اتفاق حلش میکنیم. فرض میکنیم که در یک انبار لباس 20 عدد لگینگ وجود داره. احتمال خراب بودن هر لگینگ 2.5%. هر لگینگ احتمالش مستقله، همونطور که اینجا گفتیم نمونه هامون باید مستقل باشن. هر لگینگمون مستقل هستش از دیگری و معیوب یا سالم بودنش رو ما داریم در نظر میگیریم، یعنی دو نتیجه ممکن رو داریم در نظر میگیریم. و مقدار پی ما هم که اینجا مشخص هستش و برابر با 25,000 هستش و تعداد لگینگ هامون، تعداد نمونه هامون برابر 20 تا هستش. توجه به این مثال و x هایی که به ما داده شده، در حقیقت k هایی که به ما داده شده، زمانی که احتمال اینکه دقیقاً 0 کالای معیوب وجود داشته باشه از ما خواسته شده، فرمول باینومیال استفاده میشه، با عبارت فالس استفاده میشه و همینطور که میبینید اینجا ما 20 تا نمونه داشتیم، با احتمال 25,000 داشتیم، عبارت فالس استفاده کردیم و احتمال اینکه دقیقاً 0 کالای معیوب داشته باشیم. در مرحله بعدی زمانی که احتمال حداکثر 2 کالای معیوب از ما خواسته بشه، از CDF استفاده میکنیم، توزیع CDF استفاده میکنیم و عبارت true باید در فرمول باینومیال استفاده بشه. کار رو به ما دادن، n رو 20 داشتیم، p رو 25,000 داشتیم و نهایتا این نتیجه برای ما حاصل میشه. زمانی که حداقل 3 کالای معیوب احتمالش از ما خواسته بشه، همونطور که گفتیم از یک منهای توزیع باینومیال استفاده میشه که کاش هم باید منهای 1 بشه همیشه. بنابراین میدونستیم که CDF هم باید عبارت true داشته باشه. اینجا ما همونطور که گفتیم کای منهای 1 3 منهای 1 2 میشه، nمون 20 پیمون 25,000 و عبارت true داره. و مرحله بعد برای اینکه بین 1 تا 3 کالای معیوب رو بخوایم محاسبه کنیم، ما باید CDF 0 رو منهای CDF 0 قرار بدیم. CDF 0 همون CDF 1 منهای 1 هستش و عبارت true استفاده میکنیم چون CDF منهای قسمت کوچیک بازه که 1 بود و اینجا 1 منهای 1 هم 0 میشه و عدد نهایی ما هم
39 صدم خواهد بود. ممنونم که از این جلسه هم با من همراه بودیم. تا جلسه آینده با شما خداحافظی میکنم.